خب سلام و درود خدمت همه عزیزان. امروز قراره که بهتون نشون بدم چجوری خیلی راحت یک صفحه یا حالا یه وبسایت رو با یه پرامپت خیلی راحت با دورای AI بسازید به صورت کاملا ویژوال و تصویری و حالا هر چقدر میخواید بتونید شخصی سازیش کنید و بتونید در واقع به اون چیزی که خودتون تمایل دارید تبدیل بشه. حالا بعد از اینکه شما در واقع یک پرامپتی رو میخواید به دورای AI بدی، دورای AI اینجوریه که حالا یه سری اسست‌های از پیش تعریف شده داره، خیلی چیزها هم از اول براتون تعریف میکنه. کافیه شما get started رو روش کلیک کنید. در مرحله بعدی وقتی که وارد میشید کافیه رو اون علامت ستاره ها بزنید. حالا اینجا در واقع میتونید پرامپت، حالا میتونید سورپرایز می رو بزنید، همینجوری خودش یه چیزی برات طراحی کنه، یا پرامپت رو بنویسی که حالا دو بخش داره، یا پرامپت و استایل. حالا که تو بخش استایل هم میتونی انتخاب کنی که در واقع این صفحه چه شکلی باشه. بعد از اینکه انتخاب کردی میتونی مثلا بری حالا یکی از این تمپلیت ها رو انتخاب کنی برای جنریت شدن و حالا مثلا اون پروژه رو اگه استفاده کنی این میاد در واقع از اون پروژه الهام میگیره برای تولیدش و حالا رایگان هم هست، شما میتونید تستتون رو رایگان بزنید. بعد که تولید میکنید یه همچین فضایی رو به شما نشون میده رو لی‌اوت های مختلف و اگر بخوای میتونید دوباره ریجنریت هم بزنید این قسمت. حالا مثلا شما اگه اینو انتخاب کنین شروع میکنه به این که لی‌اوت رو در واقع کاستومایز کنه با اون چیزی که در واقع شما به عنوان پرامپت بهش دادید و یه لی‌اوت شخصی سازی شده برای شما بنویسه که حالا بعد از این که در واقع اون صفحه رو براتون در واقع ساخت میتونید خیلی راحت ببینید و با ادیتور که الان میبینید من دارم روش کلیک میکنم میتونید خیلی راحت بخش‌های مختلف رو کامل کنترل کنید و حتی میتونید قسمت‌های مختلفش رو دوباره از طریق پرامپت استایل هاشو تغییر بدید و یه سری تغییرات توش به وجود بیارید و همچنین میتونید که در واقع مثلا پابلیش رو بزنید که اگر پابلیش رو هم بزنید دیگه میگه URLی براتون تولید میکنه که حالا در واقع دوراه به خود دوراه هنوز به دامنه اختصاصی شما بس نیست و میتونید برای دوستاتون بفرستید. ببینید که چقدر قوی و قشنگ هم هست قالبش و اون پایینم می‌نویسه میدین دورا که در واقع اگه می‌خواید ننویسه باید اشتراک پریمیوم تهیه کنید. ممنونم ازتون، شب و روز خوبی داشته باشید. خب سلامی دوباره. توی این قسمت وارد چت جی پی تی میشیم، بخش جی پی تیز وبسایت جنریتور رو مینویسیم و بعد میایم اینجا این در واقع یه دونه از ایجنت ها رو کافیه ما انتخاب کنیم که بتونیم در واقع یه سری کارا بکنیم. حالا بعد از اینکه انتخاب کردیم مدل رو روی جی پی تی 4 میذاریم و پرامپتی که من مینویسم رو در واقع اونجا وارد میکنیم و منتظر میمونید تا پاسخ چت جی پی تی به شما در واقع تموم بشه. از اینکه تموم شد اون استایل ها رو و هدر ها رو در واقع برمی‌دارید میبرید اینجا در واقع داخل کد پن در واقع پیست میکنید. ببینید این استایلی که مورد نظرتون دوست دارید یا نه. بعد میاد وارد دورا میشید. بعد از اینکه وارد دورا شدید میتونید که در واقع حالا یک صفحه خالی حالا هر چیزی بسازید. بعد بیاد اینجا کلیک کنید روی همین بخشی که بخش قبلی هم بهتون یاد دادم، این ستاره پرامپت مورد نظر خودتون رو در واقع تولید میکنید. بعد میگه حالا یکی از اینا رو انتخاب کنید که مثلا تولید کنید. حالا مثلا برای کمپینگ تنت آیکون ما اینو انتخاب کردیم. حالا اگه بخوایم میتونیم تغییر بدیم، استایلش رو تغییر بدیم یا چیزی بهش اضافه کنیم، میتونیم صفحه هاشو ببینیم و ببینیم که آقا در واقع کل این قصه چجوری رخ داده. حالا در قدم بعدی کاری که ما انجام میدیم اینه که میتونیم رو آل بزنیم. بعد حالا ببینیم مثلا چه واریانت ها و چیزای دیگه هست. همچنین میتونیم بریم توی ابزار میدجرنی و از اینکه رفتیم داخل ابزار میدجرنی در واقع ازش بخوایم که به واسطه مدل خودش با این استایلی که ما بهش میدیم، یعنی یه اینترفیس یا یه ظاهر برای اپمون بهمون بده. بعد یا حالا من میتونم تو قسمت پرامپت ها سرچ کنم، پرامپت ازش بگیرم و اون خروجی رو که تولید کرد برام که اینجا میبینید تولید کرد، حالا میتونم اینا رو بردارم و ببرم حالا اونجا توی پروژه‌ام استفاده کنم. حالا میبینید واریانت های مختلفی هم داره میزنه، خیلی خودش باحاله و جذابه و خب خیلی میتونیم از این الهام بگیریم توی حالا پروژه و در واقع این بخش. حالا اونایی که حال میکنیم و ریران میکنیم و از اون ساختارش استفاده میکنیم. حالا اینو که انتخاب کردیم میگیم حالا اینجا میگیم به چت جی پی تی میگیم این ایمیج رو دیسکرایب کن، توصیفش کن که این چه شکلی و از
در واقع چه در واقع استایلی داره پیروی میکنه. چت جی پی تی میاد میگه که آقا این یک در واقع فلوی رو رفته که مثلا اینه اونو برمی‌داریم استایل اینجا پیست میکنیم، پرامپت رو هم میدیم، بعد جنریت رو میزنیم و میبینید که چه در واقع فضایی اینجا ساخته میشن. حالا بعد از اینکه جنریت کرد شما میتونید بخش‌های مختلف از داخل ادیتور خیلی راحت تغییر بدید. حالا در قدم بعدی شما میتونید پدینگا، مارجینا، راستچین چپچینا، فونت ها، تکست ها، هر چیزی که میخواد خیلی راحت با چند تا کلیک تغییر بدید یا حتی از AIش استفاده کنید و بتونه که براتون یه سری چیزهای جدید رو تولید بکنه و شما بتونید در اون زمینه تغییرات مورد نظر خودتون رو ایجاد کنید. حالا همچنین میتونید توی در واقع برید توی ادوب فایرفلای هم از اونم برای یه سری بخش‌ها و تولیدهاتون استفاده کنید، یعنی محدودیتی از این بابت هم ندارید. یا برید توی فتوشاپ مثلا این کاری که من میکنم صرفاً با استفاده از بلندر داره صورت میگیره، شما میتونید از فتوشاپ استفاده کنید. مثلا بیای شما تصور کنید طرحی رو اینجا به این شکل بسازی و برداری بیاری اینجا و به عنوان در واقع طرح 3D خیلی راحت میتونی در واقع این ایمپورتش کنی 3D مدل تو، که حالا از طریق بلندر ما این کار رو انجام دادیم. بعد که انتخاب شد این در واقع اد میشه و بعد این مدل 3D میاد اینجا که حالا این مدل 3D رو میتونیم حالا بذاریمش روی کامera و بعد حالا شروع کنیم با ور رفتن با زیر لایه هاش که حالا مثلا اون لایه هایی که درونشه خاموش و روشن و اینا بشه و حالا بیایم پوزیشنش رو باش بازی کنیم و حالا مثلا اون لایه رو بریم راست چپ رنگش رو تغییر بدیم یا حالا هر چیز دیگه ای، کانتینرهای مختلف بالا پایین. حالا ببینید چقدر طرح عمق‌داری شد، خیلی راحت، یعنی شما هر طرحی رو بخواید میتونید طرح آماده رو اصلا برید دانلود کنید بندازید اینجا و بعدم حالا اینجا میتونید انیمیتش کنید و مثلا حرکت بدید یه سری شیپ ها رو در داخلش، دقیقاً مثل کی فریم هایی که ما توی پریمیر میدیم که در واقع ببینید به این شکل حرکت کنه. وقتی که یوزر داره تو صفحه حرکت میکنه مثلا این به راست چپ 360 درجه بالا پایین و قسمت‌های دیگه این در واقع حرکت کنه و جلو عقب بره. و یا مثلا میتونید کاری که انجام بدید مثلا بیاید شادو بدید، مثلا به چه این تصویری بلرش رو تغییر بدید و بیاریدش داخل مثلا فتوشاپ و مثلا اگه چنین تصویری رو شما بسازید و در واقع ایمپاورینگ همون اسخای میکنم ایمپاورینگ که حالا شما اونجا در واقع واردش کردید میتونید با ور رفتن اینو دوباره بردارید ببرید داخل خود دورا و به عنوان در واقع اون مانیفستتون ازش استفاده کنید. بعد پابلش میکنید، اینجا یه لینک بهتون میده و بعد از اینکه لینک رو بهتون داد شما میتونید اوپن نیو تاب کنید و این هم سایتتون. ببینید چه افکت زیبایی داره اینجا، چقدر عمق داره و قویه، واقعا زیباست. حالا ببخشید اینقدر سریع بهتون گفتم، اگه آموزش‌های کامل‌ترمون رو می‌خواید میتونید به پشتیبانی اون پیام بدین تا آموزش‌های جامع‌تر رو تهیه کنید. خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم هر جا هستین شاد باشین.